تو فکر میکنی که سلیم شهید شده است؟ آیا همین خیل است؟ همه همین خیل میگویند. میگویند که سلیم جانش را فدا کرده است و گمانم پیش از آغاز عملیات از سبب جنجال کردنش این حادثه به سرش آمد. تو چی؟ حادثه های گذشته را دیده بودی؟ در سخن حق حاجت به قسم نیست. حق بودن سخن من وابسته به رفتن من می باشد. اگر به من یگان حادثه رخ دهد، سومن به تو امانت گفته بودی. برای همین به او خانه دار شدم. ترسیده بود، بی قوت و ضعیف بود. به نیکای خود را در آورده فکر کردن که بهترین راه امانت را نگاه داشتن بود. شاید خطا کرده باشم، اما من خرسند شدم. میدونی برادر سلیمت درد خود را فهمانیده نمیتواند. عارف برادرم، دوست، من با سومن خانه‌دار شدم، اما عقل و هوش او همیشه در تو بود. حالا باشد برای از دست ندادن برادری من باید اینجا را ترک کرده میروم. بعد از عملیات من میروم. حقت را حلال کن. اکنون سومن امانتی توست. اصلا همه اش عیان است. همین خیل نیست من. چی خیل؟ چی عیان است؟ یک مرتبه وقتی که سلیم وفات کرد در ذمه عارف بودی و به او تکیه می‌کردی. بعد از ناپدید شدنشان با یکدیگر جنجال کردند. شاید یکدیگر را زیر مشت و لغت قرار دادند. و شاید با این کفایه نکرده سلیم را با سلاح پر را پس این کار را عارف کرده است. عاقبت کار باشد معلوم است. اما سلیم با زخم گرفته‌اش نگاه نکرده خودش را به بالای عارف برداشته است. به زمین افتیدن و بعد آنها را اولین کسی که دید تو بودی. بله، وقتی که آنها را دیدم سلیم در بالای عارف و به خونه آغشته بود. اگر گپی مرا گیری دوست و رفیق گفته از بعد این کار نگذار. دیروز تو صاحب شوهر بودی، امروز باشد تو حتما از به این کار شو. سومن با تو گپ دارم. مرا سرده. با تو گپ زدن نمیخواهم. هر چیزی که میخواهی من راضی، فقط مرا گوش کن. باوری هم نمیآید. اگر خواهی در مسافه زیاد از بین 3 نفر شخصی در هدف بودت را مییابی. سلیم چی خیل شد که در مسافه کوتاه قربانی تیری تو شد.
تو گفتنی هستی که یعنی گمان داری که سلیم را من کشتم؟ دیده و دانسته کشتم؟ نمیدونم. باید این را تو خودت فهمانی. اگر تو این خیل فکر داشته باشی پس حاجت به فهمانیدن هم نیست. آفرین، جناب شاهین به گوشت خوب خوانده است. پس ما چی میشویم سومن؟ آخر ما یکدیگر را دوست می‌داریم، مگر همین طور نیست؟ همیشه تو را دوست داشتم. فقط تو را میفهمی، فقط تو را. من هم تنها تو را دوست داشتم سومن. عشق من هر لحظه زیاد میشد. تنها تو را دوست می‌دارم. وقتی که سلیم مرده بود تو از این مکتوب بی‌خبر بودی عارف. این نامه تو را سفید نمی کند. مرا با سفید کردن خدا اثبات کن. سومن گوش کن. سلیم برادری من بود. آیا من می توانستم برادری خود را؟ سلیم مرد عارف، مرد. مرا هم فراموش کن. عشق ما امکان ندارد. تخم عشق به دل ما شاید پاشیده شده بودم. ما این تخم در دل من نسبزید. حالا باشد مرگ سلیم برای تو سوالهای زیادی رو و میان آورد. سومن حقیقت هم مثل فصل سال است. موسیمش که آمد خودش روشن می شود. عارف حالا موسیمی تیرم است. برای من همش مثل برگ خزان یک می ریزم. و من اگر زورم آید هم کارم را می کنم. الوداع. سومن